never give up. آمین. عزیزان گرانبها، شما رو بردم به مکانی که مکان دعای منه، مکان قدم زدن منه و یک تصویر اینجا هست. نگاه کنید، شاید شما متوجه نشید. این خانومی که الان اون بالاست مجسمه، همون خانومی که الان دستاش تو آب رفته فروه. نگاه کن، میبینید دستش فقط بالاست، یه دستش یعنی داره میگه تمام شد، یه دستش هنوز آخرین زورش داره میزنه بالاست، ولی امیدش از دست نداده. و الان همون خانومیه که رو آب ایستاده داره من شما رو نگاه میکنه. هالو. و این امیدش رو از دست نداده، اومده بالا. خب تو زندگی هم همینطوریه. تو زندگی تا زمانی که خودت گیواب نکنی تو چیزی، هیچ کس تو رو نمیتونه گیواب کنه. هیچ کس. تو نباید هیچ وقت گیواب کنی. تا لحظه های آخرم نباید گیواب کنی. و برای تو امید است، برای هممون امید است به فیض و رحمت خدا.